بعضی مؤمنین وقتی علاقه‌مند میشن به چیزی مبالغه زیاد میکنن، کلمات عجیب غریب نسبت میدن و دروغ و از خط صحیح خارج در حالی که سیمباش هست مورد با چشم میکنم دیدم و اینا نیست. خب اینا رو نمیشه گفت، اینا رو برای این گفتم. یه چیزی میخوام بگم، خواستم بگم من با مبالغه کنم مخالفم، اما فرمایشم به آقا واقعا طوریست که اگه فقط همون گفته بشه فقط کسی کافیه عنوان بندی توش بکنه. این تمیز صاف است. أيها العرب، أيها المسلمون، يا شيعة العالم، الشعب الإيراني المسلم الشجاع يوميا لله نقولها، يخرج هذه الملايين، يخرجون يوميا إلى الشوارع، في الساحات، في الميادين، في البرد وهم صائمون تحت القصف، وشاهدتم بعض الأفلام، ولكن الأعداد تزداد منذ 16 17 يوم 18 يوم، حتى أولئك الذين التزامهم الديني ضعيف يخرج. به مناسبت روز معلم یاد شهید عزیز بزرگوارمون مرحوم آیت الله مطهری رضوان الله تعالی علیه رو گرامی می‌داریم. حقیقتاً معلم بود، هم در زبان، هم در عمل، هم در سبک زندگی و شیوه سلوک با زمان و اهل زمان یک آموزگار و شهادت یه مفهوم اینجوریست، ظاهرش که نگاه میکنی ظاهر دردناکی داره، تلخی داره، ظاهرش اینه، اما باطنش چی؟ لذت همیشگیست، نعمت همیشگیست. در مقابل او دارن این جان از بین رفتنی رو از شما میخرن و میگیرن. این وعده خداست، مخصوص این دین شما هم نیست.